4 چیز رو باید هر یک مؤمن پیش از رمضان حتما باید اجرا کند. بیاید مختصرا 4 چیز رو میگویم که هر یک انسان با همین 4 چیز برای رمضان آمادگی میبیند، یا با همین 4 چیز ما و شما رمضان را پیشواز میگیریم تا اینکه رمضان ما و شما بهترین رمضان باشد، یکی از بهترین رمضان های ما و شما در عمرمان باشد. اولین چیزی که ما باید اجرا کنیم این آماده سازی و تیار کنی دل ما و شما است. چخیل؟ یعنی دلمون رو پاکیزه میگردانیم. هر آن صفت های بدی که در دل ما و شما است، کینه است، حسد است، هر یک بیماری که در دل ما و شما هست باید آن را ما تازه کنیم. پیش از ماه شریف رمضان، به ماه شریف رمضان با قلب تازه و پاکیزه ما و شما داخل شویم. تازه شدن قلب و پاکیزگی قلب البته با چی میشود؟ با استغفار میشود، با یاد الله میشود. بسیار استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه گوییم، استغفار گوییم، ذکرهای سحر و بیگاه رو بیشتر کنیم و با یاد الله مشغول شیم و از دلمون هر کدورتی که هست نسبت هر یک برادران و هر یک نفری که بنده مؤمنی که در روی زمین هست قلب خود را پاکیزه گردانیم. چون که یکی از دانشمندان بزرگ میگوید اجعل قلبک مخروما، دلت رو تو شکاف گردان، یعنی دلت رو همیشه شکاف میگردانی که در دلت یگان کینه و کدورت نسبت یک برادرت باقی نمیماند. واقعا بنده هایی که در دلشان کینه و عداوت ندارند، دلشان صاف و پاکیزه و مصفا است، این یکی از نعمت هایی هست که الله حق سبحانه و تعالی به اهل جنت میدهد. الله حق سبحانه و تعالی ببینید در وصف اهل جنت میگوید و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار. الله میگوید ما اهل جنت را هر کینه و کدورتی که در قلب آنها وجود دارد آن را میگیریم و پاکیزه میگردانیم، سپس آنها وارد جنت میشوند. آن جنتی که زیر قصرهایش جویبارها و دریاها جاری میشود. ببینید یکی از نعمتهایی که الله حق سبحانه و تعالی با اهل جنت، الله حق سبحانه و تعالی آنها را مشرف میگرداند این پاکیزه گردانیدن قلب آنها. بنابراین اولین چیزی که ما و شما رمضان را با آن پیشواز میگیریم این پاکیزه کردن قلب ما و شما و آماده کردن دل ما و شما. و دومین چیزی که ما و شما باید حتما اجرا کنیم این آماده کردن و آماده شدن عملی. تصور کنید ماه شریف رمضان می‌دراید، ما و شما یک و یک باره چیکار میکنیم؟ تراویح میخونیم، یک و یک باره روزه میگیریم، یک و یک باره تلاوت قرآن میکنیم و همش برای ما و شما فوق العاده گویا پیدا میشود. اما بنده مؤمن چنانکه که الله حق سبحانه و تعالی در حق منافقان در سوره توبه میگوید ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، اگر آنها میگوید منافقان را حقیقتا همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمدن میخواستند آنها آمادگی میدیدند، تیاری میدیدند، ولی منافقان همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر رفتن جهاد که آنها اصلا نمیخواستند، اصلا اراده نداشتند، آنها تیاری ندیدند. بنابراین الله آنها را مذمت کرده ایستاده، گفته ایستاده است که آنها اگر حقیقتا میخواستند که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در جهاد باشند واقعا آمادگی میدیدند. و ما هم حقیقتا اگر خواهیم که از رمضان بهره ببریم، خواهیم که این رمضان ما و شما بهترین رمضان باشد، لااقل مهم نیست که چند روز باقی مانده است، مهم ما و شما آغاز کنیم. پیش از ماه شریف رمضان ما و شما آماده باشیم. پیش از ماه شریف رمضان ما و شما خانمان را، کودکانمان را آماده سازیم. و سومین چیزی که انسان هر یک بنده مؤمن باید پیش از رمضان اجرا کند درباره ماه شریف رمضان و فضیلت ماه شریف رمضان باید بخواند، حدیث ها بخواند، آیات های قرآن کریم را بخواند و آگاه شود و
چنانه که در اول گفتیم قلبش و جسمش رو و تمام وجودش رو با خواندن همین کتاب ها آماده سازد. و اگر کتاب ها نباشد درباره فضیلت روزه گرفتن و درباره فضیلت ماه شریف رمضان و طاعت و عبادت و این موسم خیر، الان یوتیوب است و این شبکه‌های اجتماعی است. الحمدلله این شبکه نجم است و باز دیگر شبکه‌های مفید است که دانشمندان اهل علم در آن صحبت ها میکنند. انسان وقتی هر چیزی که میبیند و هر چیزی که گوش میکند به انسان تاثیر میرساند و محیط انسان به انسان تاثیر میگذارد و وقتی ما و شما شب و روز کار خود را وقت خود را مشغول با چی میکنیم؟ با چیزهای مالا یعنی و با آن چیزهایی که برای ما و شما نه در این دنیا و نه در آخرت فایده دارد مشغول میسازیم. البته ما و شما از ماه شریف رمضان بهره بردن نمیتوانیم، بنابراین محیط خود را و سمع و گوش و چشم و بصر خود را ما با چی؟ با فضیلت های رمضان و با احادیث پیامبر اسلام و با تلاوت کلام الله مشغول سازیم و هر نواری که میبینیم درباره رمضان باشد و آن عملهایی که بهترین است ما باید در این ماه شریف رمضان انجام دهیم و ایمان ما و شما را قوی میگرداند. ما هر یک لحظه هر فرصتی که یافتیم باید آن را تماشا کنیم و از آن بهره ببریم. و چهارمین چیزی که بنده مؤمن حتما پیش از رمضان و همچنین در ماه شریف رمضان اجرا کنند این دعا کنند. پیش از رمضان دعا کنند که پروردگارا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، پروردگارا ما را به ماه شریف رمضان برسان. پروردگارا این ماه شریف رمضان را بهترین ماه بگردان و این رمضان آمده ایستاده را بهترین و افضلترین رمضان من بگردان و روزه گرفتنش را برای من آسان و میسر بگردان و بر طاعت و عبادت خودت پروردگارا مرا موفق بگردان. و دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی هم پیش از ماه رمضان و هم در ماه رمضان دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی امت اسلامی را نصرت بدهد و در حق برادران ما و شما آنها را هرگز فراموش نکنیم. اهل فلسطین و اهل غزه دعا را فراموش نکنیم. هر لحظه دعا کنیم که برادران عزیز 10 ساعت ماندگی باشدم، 1 ساعت ماندگی باشدم، دعا کنیم که پروردگارا مرا به ماه شریف رمضان برسان، سالم و غانم برسان. شما تصور میکنید 1 لحظه پیش، 1 ساعت، 1 روز پیش نفرهایی هستند که 1 روز پیش از ماه شریف رمضان وفات میکنند. بارهایی بود که بنده شخصا خودم 1 روز پیش از رمضان جنازه 1 نفر یا چند نفر رو خوانده هستم. بنابراین دعا کنیم که پروردگارا امسال به ماه شریف رمضان با تن صحت، با ایمان کامل و با طاعت و عبادت خودت مرا به ماه شریف رمضان برسان و موفق بگردان. این 4 عمل مختصرا بود. بر این 4 عملی که ما گفتیم پایبند باشه و کوشش کنیم آن را اجرا کنیم و هر یک بنده مؤمن باید آن را اجرا کند تا اینکه ماه شریف رمضان ما و شما بهترین رمضان باشد. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم و برای هر یک شما قدوم این ماه شریف رمضان را مبارکباد میگوییم. الله حق سبحانه و تعالی سالهای زیاد و زیاد ما و شما را بر رمضانهای زیاد و زیاد بر طاعت و عبادت خودش استوار برساند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.